الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، بعضی برادران سوال کردند که آیا پدر یا مادر یا کسی دیگری می توانند دختر یا پسرشون را به ازدواج با کسی که نمی خواهند مجبور کنند؟ یعنی در شریعت پدر و مادر حق دارند که فرزندشون را برخلاف میل و خواهش او به شوهر دهند یا زن بدهند؟ الجواب باسم ملهم الصواب. در شریعت اسلامی نه پدر و نه مادر و نه کسی دیگر حق ندارند که فرزندشون را به ازدواج با کسی که نمی خواهند مجبور کنند. یعنی نه دختر و نه پسرشون را نمی توانند برخلاف میل و خواهش آنها به نکاح کسی مجبور کنند. حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لودیانوی رحمه الله در یکی از فتاوای خود فرموده است که خلاصه آن را برای شما تقدیم می نمایم. در شریعت اسلامی چطوری که پدر و مادر بالای فرزندانشان حق دارند، همچنین فرزندان هم بالای پدر و مادر خود حق دارند که باید هر یکی از آنها حقوق یکدیگر را رعایت نمایند. و از جانب کسی اگر این حقوق رعایت نشود، این ظلم به شمار می رود و در قیامت پرسیده خواهد شد. مثلا در مسئله ازدواج رازگی فرزندان لازم و ضروری است. پس اگر والدین به ازدواج با کسی رازگی دادند که فرزندشان ازدواج با او را نمی خواهد، در این صورت فرزند حق دارد که قبول نکند و انکار کند. و اگر فرزند به خاطر نرنجیدن والدین راضی شود و با وجود نارضایتی خود ازدواج کند، اجر و ثواب بزرگی را نائل می گردد. ولی اگر قبول نکند هم پدر و مادر هیچ حقی ندارند که فرزندشان را مجبور کنند. به حواله ابک مسائل جلد 6 صفحه 63 و 64. مجبوری نکاح کردن در حق فرزندان البته ظلم به شمار می رود، خصوصا در حق دختران که اکثرا مجبوری نکاح می شوند. این از روی جهل و نادانی می شود که نه پدر و نه مادر و نه فرزندان حقوق یکدیگر را در شریعت اسلامی نمی دانند و دانستن هم نمی خواهند. و از همین جهت است که ظلم و از حد گذری از جانب آنها به عمل می آید. این را دیده دشمنان اسلام بر اسلام و مسلمین طعن می رسانند که اسلام دین ظلم و ستم است که آزادی های زنان را از آنها گرفته است. ولی اسلام واقعی این را نمی خواهد که زن به مثل گاو و گوسفند داد و گرفت شود، بلکه اسلام برای زنان چنان حقوقی را داده است که قدر و منزلت زنان را خیلی بلند می بردارد و زنان را اختیار گذاشته است که با کسی که نمی خواهند ازدواج نکنند و هیچ کسی آنها را مجبور کرده نمی تواند. در تمام کتاب‌های فقه و فتاوای مذهب حنفی آمده است که دختری به بلاغت رسیده را پدرش برای ازدواج مجبور کردن نمی تواند. از جمله در کتاب هدایه مرغینانی آمده است: لا يجوز للولی اجبار البکر البالغة على النکاح. یعنی برای پدر اجازت نیست که دختری دوشیزه به بلاغت رسیده اش را به نکاح مجبور کند. به حواله هدایه کتاب النکاح جلد 2 صفحه 314. علامه بدرالدین عینی حنفی رحمه الله در شرح این عباره هدایه فرموده است: یرید انه لا یزوجها بغیر رضاها فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها عندنا فإن ردته بطل وإن سكتت وقت استئذان وليها لها فهو إذن منها. یعنی ولی
یعنی پدر دختر نمیتواند دختر را به رضایتی او به نکاح کسی درآورد که او نمیخواهد. پس اگر با وجود نارضایتی نکاح کند، نکاح آنها موقوف است، یعنی وابسته به اجازت دختر است. پس اگر دختر رد کند، نکاح باطل است و این نکاح را صحیح شمرده نمی شود. و اگر دختر وقتی اجازت پرسیدن پدر سکوت کند، همین سکوت کردن دختر از جانب او اجازت است و نشانه رضامندی است. اصل آن این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که فرمودند. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: نباید زنی بیوه را بدون رضایت و اجازه او نکاح نمود و دختری باکره هم نباید بدون اجازه به ازدواج کسی درآورده شود. اصحاب کرام رضی الله عنهم پرسیدند که ای پیامبر خدا، اجازه دختر باکره چگونه است؟ یعنی دختر باکره شرم می دارد، چگونه اجازه می دهد؟ یعنی چگونه او با زبان رازگی خود را آشکار می کند؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: سکوت او اجازه اوست. یعنی وقتی که پدر دختر را بپرسد، اگر او سکوت کند، سکوت کردن دختر نشانه راضی بودن اوست. در آخر پیام مراجعت من برای پدران و مادران این است که در حق فرزندانتان از خداوند بترسید، خصوصا حق دختر را که ضعیف است و از حقوق خود دفاع کرده نمیتواند. کار نکنید که فرزندانتان را به عاق شدن وادار کنید. نکاحی که مجبوری باشد عاقبت خوب ندارد. جفت مناسبی را که یافتید و پسند کردید، در برابر آن رازگی فرزندانتان را نیز مد نظر گیرید. فرزند هم بالای شما حقهایی دارد که باید رعایت شود، ورنه در پیشگاه خداوند از این حق تلفی پرسیده می شوید. خداوند همه ما را با اخلاق و رفتار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زینت بدهد و حق شناسی و ادا کردن حقوق یکدیگر را توفیق عطا فرماید. آمین یا رب العالمین. و السلام علی من اتبع الهدى. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. درخت غم به جانم کردنیشه، به درگاه خدا نالم همیشه. عزیزان قدر یک دیگر بدانید، اجل سنگ است و آدم مثل شیشه.